روزتون بخیر. دارم میرم مدرسه. تو این مدرسه معلم کار و فناوریم. آموزش ورد داشتیم با بچهای کلاس هفتم. فاصله بذار. دوخت جامدادی نمدی داریم. اینطوری صاف نمیشه، خطکش بذار. خطکش نداریم. بچه‌ها دارن تلاش میکنن یک پارچه نمدی رو بدون قیچی جدا کنن. رو سر بچه‌هایی که کار انجام میدادن بودن. گوشیم هم رو میز. گوشی رو برداشتن و عکس و فیلم گرفتن. دارن هماهنگی‌های لازم برای جشن یلدایی که فردا برگزار میشد و انجام. حیات این مدرسمون و پایان مدرسه روز شنبه. از مدرسه اومدم نشستم پای ادیت ولاگ هفته گذشته که دیگه آخر راشه. یک شنبه ها مدرسه تعطیلم ولی تمرین دارم. بعد تمرین مستقیم اومدم کافه. سلام. یلدت مبارک. هندونه شب یلدا بخریم. باز هم شب یلدا شد و طعم انار هزار رنگ. به گمانی هر دانه انار یاد عزیزی است دوست داشتنی، دور یا نزدیک اما فراموش نشدنی. یاد عزیزی از دست رفته اما بر دل مانده. امسال در کنار عزیزان یا در نبودشان اگر اناری در دست گرفتید، چه شیرین یا که ترش، هر یک را به یادی و به لبخندی به کام بگیرید. یادمان باشد که یاد کردن دل می‌خواهد نه دلیل. از راه دور و با قلبی نزدیک آرزو می‌کنم که همواره به معنای واقعی زندگی کنید. صبح شب یلدا با 2 ساعت تأخیر داریم میریم مدرسه. فردا اولین امتحان ترم اوله و دانش آموزا تعطیلن. ولی من نمیدونستم که معلم‌ها هم تعطیلن. واسه همین اومدم مدرسه و کسی نبود. از فرصت استفاده کردم و رفتم کارهای بانکی رو انجام دادم. اومدم کافه و کافه رو از مامان تحویل گرفتم تا زمانی که باشگاه شروع شه. دوباره اومدیم سالن. بریم تو سالنم ببینیم. این از نمای سالن. حالا منتظرم تا بچه‌ها بیان. بعد سالن با مامان داریم میریم اسکله. اگه آخرین ویدیوی هفته قبل رو دیده باشین، این رو داشتم با کارتون درست میکردیم که ببینیم چه جوری میشه. این جای پاکت سیگاره برای دکور کافه. اینم نتیجه کار. نه یه جلو دیگه من زوم کردم. زوم نکن. پاکت 2 تا سیگار خارجی بیارید، یه دونه قهوه بگیرید. دارم میرم مدرسه و خیلی سرده. دارم یخ میزنم. سعی چرا مغازه باید خالی کنم؟ که خود یادم هست. بذار خودش عوض میشه. اینو بزن. این رنگ بزن. یکی چپ بزن عوض کنیم. نه خوب. انچار خوبه. یکی رو عدد کنین یکی رو اسم کنین. من اسمم تعددی. مشتری اومد و اینجا بازی رو استاپ زدیم. چطوری؟ دوباره نشستیم پای بازی.
به خاطر بازی خوبم سارنگ هی شاکی میشه. چی؟ آقا دوشی میشه من همون مقطعی که تلویزیون نشون رو میبینم. نه اینقدر مشغول بازی بودیم که ساعت از دستم در رفت و تمرینم دیر شد. خدا نگهدار. آره دیگه مشغولم. دوباره بعد باشگاه نشستیم پای بازی. گل بوده؟ نه این تو گل 100% در آورد. یعنی چی؟ باز هم مدرسه و آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه. از طرف آموزش پرورش دبیرای تربیت بدنی رو دعوت کردم به صرف ناهار و الان من دارم میرم اونجا. اینجا از من به عنوان مربی که تیمش مقام آورده تقدیر شد. این همه سبزی اونم هست. با این کار خودم رو به زندگی خونه‌داری وصل میکنم. کانال منو ساب کنید و پستم رو لایک کنید. ممنون که ویدیوی منو تا انتها تماشا کردین. اینم سهم مامان و بابا